سلام بیننده گرامی، در برنامه امروز سه‌شنبه 12 مارس من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در اول سرخطی چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. بعد از بازارهای لوبلینا در مسکو نوبت فود سیتی رسید. مقامات روسیه بعد تفتیش و بازداشت مهاجران در این بازار بزرگ شروع کردند. در تاجیکستان افسران میلیسا لباس دیگر می‌پوشند و در آینده پلیس می‌شوند. اصلاحات فقط در ظاهر است و یا کار میلیسا هم. ورزش با برقه در شهر میمنه افغانستان. زنان فقط یک باغ برای ورزش دارند ولی مردان مخالفند که آنها در اینجا به ورزش مشغول شوند. همین دکترها گفته ورزش که نمیره تا که میتونیم ما دوام میتیم بچه میریم ورزش. فایده دیدیم ما ورزش دیگه. تفصیل خبرها. امروز یکی از بازارهای بزرگ در شهر مسکو پایتخت روسیه که صدها مهاجر تاجیک آنجا کار میکنند محلی گریز مهاجران بود. ماموران امان و یا نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه به بازار معروف با نام فود سیتی آمدند و به گفته مقامات مهاجران غیر قانونی را در اینجا جستجو میکردند. گزارشی را که با کمک خود مهاجران کاری تاجیک آماده شد همراه تماشا میکنیم. با دنبال تفتیش در مرکزهای تجارتی مسکو و ساداوات در پایتخت روسیه مقامات انتظامی به تفتیش یک بازار بزرگ دیگر با نام فود سیتی شروع کردند. مهاجران تاجیکی در این بازار کار میکنند به رادیو آزادی این ویدیوها را از محل حادثه فرستادند و گفتند که تفتیش بازار در بامداد 12 مارس شروع شد. دیروز به ما گفتند که تا ساعت 7 صبح بازار بسته میماند. از بس که برای من فهمیدن سببش جالب بود به اینجا آمدم. این گونه اتوبوس ها بسیار زیادند. مرحمت ببینید می آیند و همش پر است. دهها ماموری امان نیروهای ویژه وزارت امور داخلی روسیه برای تفتیش به بازار آمدند. در ویدیوهای کاربران دیده می شود که چگونه مهاجران به تهلکه افتاده از ترس پراکنده می شوند و به هر سمت می گریزند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه نوشته است که تفتیش برای آشکار کردن مهاجران غیر قانونی و پیدا کردن آنها صورت می گیرد که در جنایت دست دارند. معلوم نیست چند مهاجر از جمله تاجیکان دستگیر شدند، اما دیروز دهان نفر را در مرکز تجارتی مسکو چنین دستگیر کردند. اما صبح از اومدن حالی تاجیک و حالی سیاه را بینید که زیستی چند ماشین در آمده. در بازارهای عظیم شهر مسکو به مثل ساداوات و فود سیتی هزاران نفر از مهاجران تاجیک کار میکنند و میگویند بعد چنین تفتیش ها صدها نفر دستگیر و به سبب و با سبب از قلمرو روسیه اخراج میشوند. و بیننده ارجمند، در این فرصت برنامه شما را به تماشای بخش سوم سلسله گفتاری ریگ اومو دعوت میکنیم که در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه azadi.org نشر شد. اگر دوستدار تاریخ هستید پس برنامه را حتما تماشا کنید. سوال و نظرهای خود را هم بفرستید. در برنامه‌های بعدی حتما پاسخ میدهیم. شام 11 مارس بعد از اعلان عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر که گفت در انتخابات شرکت نمی کند، مردم زیاد با نشان خوشحالی و پرچم و عکس و شعار در دست به کوچه و خیابان ها برآمدند. بعد تظاهرات پیاپی مردم بوتفلیقه گفت که دیگر در انتخابات شرکت نمی کند. او که 82 سال دارد و بیمار است وعده داد انتخابات را به تأخیر می اندازد و قانون اساسی الجزایر را هم اصلاح می کند. روز دوشنبه زیر فشار مردمی پرزیدنت الجزایر عبدالعزیز بوتفلیقه اظهار نمود که دیگر برای کرسی ریاست جمهوری مبارزه نخواهد برد. اصلا بعد از سکته سال 2013 بوتفلیقه احیانا در مظهر عام پیدا می شد. مردم تقاضا داشت که بوتفلیقه و اعضای حکومتش که اکثرا سابقه‌داران سالخورده مبارزه بر ضد مستملکه‌داری فرانسه بودند به استعفا روند. مخالفین رهبر 82 ساله که 4 دفعه پرزیدنت الجزایر انتخاب شده است تأکید می‌کردند که وضع سلامتی بوتفلیقه برای ریاست جمهوری سازگار نیست، ولی نظامیان بلند رتبه و صاحبکاران صاحب امتیاز با هدف حمایت از منفعت‌های خود بوتفلیقه را در کرسی پرزیدنتی نگه می‌دارند. روزهای اخیر بسیاری از متفقان بوتفلیقه از او روی گرداندند.
روز 11 مارت بیش از 1000 دادرس اعلان کردند که از نظارت انتخابات پرزیدنتی 18 اپریل دست میکشند. چندین امام خطیب مسجدها هم ابراز داشتند که خطبه‌های از طرف حکومت پیشنهاد شده را اجرا نخواهند کرد. خلاص بعد بیش از 20 سال ریاست جمهوری پرزیدنت بوتفلیقه وعده داد که اصلاحات کنستیتوسیونی برپا نموده سپس به استعفا می رود. فعلا او حکومت را برکنار کرده انتخابات پرزیدنتی را به تأخیر گذاشت. خوب برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان که تلاش‌ها برای بهبود بخشیدن به کار افسران میلیسا ادامه دارد، روز سه‌شنبه لباس نو آنها را معرفی کردند. لباس نو بخشی از اصلاحات فراگیر در وزارت امور داخلی تاجیکستان است و هدف آن مطابق کردن کار میلیسا به معیارهای بین المللی است. حالا افسران میلیسا در بین مردم آبروی خوب ندارند و در سیمای آنها حامی خود را نمی‌بینند. برات یوسفی گزارش می‌دهد. وزارت داخلی تاجیکستان برای اولین بار طرح لباس خدمتی پلیس تاجیکستان را در یک همایش در دوشنبه معرفی کرد. معرفی لباس خدمتی پلیس تاجیک در چارچوب برنامه اصلاحات میلیسا و تبدیل میلیسا به پلیس انجام میگیرد که تقریبا از 5 سال قبل عملا شروع شده و ادامه دارد. طراح نمونه لباس خدمتی پلیس تاجیک میگوید همه این لباس کارمندان پلیس آینده از محصولات در داخل کشور تولید شده آماده شده است. طبیعی است که مشکلات بود. ما طولانی کار کردیم. مشکلی در آن بود که ما خواستیم چیزی آفریم با منظور لباس پلیس خارجی و مخصوصیت‌های فرهنگ لباس تاجیکی. ما اساساً لباس‌های پلیس خارجی از جمله پلیس آمریکا، همسایه‌هایمان از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و مثل لباس پلیس قزاق را آموختیم. همه این را به نظر گرفته چیزی نو و جالب را طراحی کردیم که این لباس‌های زیبا را تهیه کردیم. مسئولان وزارت داخلی تاجیکستان میگویند برای در مرحله اول تامین کردن کارمندان وزارت با لباس نو پلیس کمی بیش از 25 میلیون دلار ضرور است. در مجموع برای کاملا به لباس پلیس تبدیل دادن لباس کارمندان میلیسای فعلی تاجیکستان به 60 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد. برنامه اصلاحات میلیسای تاجیک و تبدیل نام آن به پلیس در اساس تصویب طرح یادداشت حسن تفاهم میان حکومت تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری در اروپا در سال 2011 شروع شده است. مقامات وزارت داخلی تاجیکستان میگویند حکومت تاجیکستان برای اجرای این اصلاحات در طول 7 سال اخیر از بودجه کشور حدود 1 میلیارد سومانی خرج کرده است. این سرمایه اساساً در تغییر و بنیاد ساختار نو وزارت داخلی مطابق سازی آن با فعالیت پلیس و انفراساختار مقامات وزارت داخلی خرج شده است. همه این وسیله‌های کلان مالیوی و سرمایه‌گذاری طلب می‌کنند. ما در تنهایی قابلیت عملی کردن همه این رو نداریم، زیرا چنین وسیله‌های مالیوی رو ما وجود نداریم. ما باشد تغییرات می‌خواهیم و نمی‌خواهیم در نمی رو استیریم. یعنی ما تغییرات اصلاحات میلیسا را ادامه دادنی هستیم. سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای آغاز روند اصلاحات میلیسای تاجیک حدود 1 میلیون دلار اختصاص داد و انتظار می‌رفت مبلغ‌های باقی مانده را کشورهای یاری رسان جدا کنند. و بیننده ارجمند و عزیز، رقم مخصوصی رادیو آزادی در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شما هست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما کد 420 724 056 681. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. مقامات ازبکستان به سبب تهدیدها نرگس رحیمه و معاون رئیس خدمات اطلاعات را بر رخصتی فرستادند. تهدیدهای کاربران شبکه‌های اجتماعی که گفتند نرگس رحیمه را میکشند سبب چنین تصمیم شده است. جنجال گردی نام رحیمه و بعد از آن برخاست که او در شرح درباره بسیارزنی در فیسبوک پیغمبر اسلام را مثال آورد. درباره این جنجال که به حکومت ازبکستان هم رسید صحبتی داشتم با سیراج الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیوی آزادی. و اول از سیراج الدین خواستم جزئیات این بحثی داغ را شرح بدهد. خب در شبکه‌های اجتماعی بحث رخ می‌دهد بین نرگس و یک خواننده ازبکی که در آنجا بحث درباره دوزنگی می‌رود و آن شخص بختیار اوغلی
نامش نیک نامش می نویسد که آنهایی که زن دوم ندارند یا لطه هستند یا زنهای آنها پلید می گوید. با این جواباً نرگس می گوید که شاید پیغمبرمان لطه بودند و یا خدیجه مادرمان پلید بودند که پیغمبر ما سر آن کس زن دوم نگرفتند وقتی که زنده بودند میگوید و تکرار میکند که مثلا حضرت علی نیز با بالای حضرت فاطمه زن نگرفته بود. پس از این بحث کوتاه در شبکه‌های اجتماعی، پس از معاون انتخاب شدن نرگس به آژانسی نزد پرزیدنتی، خیلی اتهامات زیاد پیدا شد که گویا نرگس پیغمبر ما محمد را انتقاد کرده است و در نتیجه این سر و صداها تا اندازه زیاد شد که حکومت مجبور شد چاره‌های قاطع را بگیرد. سراج الدین بعد از داغ شدن بحث‌ها خودی و دیگر باره چیزی گفت، نوشته‌هایش را شرح داد؟ روز 8 برآمد این در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های تندرو و مسلمان‌های عنعنه‌دار این را خیلی تنقید کردند و حتی تقاضا کردند که او مجازات شود و بعضی ها گفتند که باید خود او را بکشند. بعضی ها عکس او با فرزندانش گذاشتند و نرگس البته مجبور شد از تلویزیون برآمد کند، از شبکه‌های اجتماعی و پوزش خواهد از خوانندگان. و مقامات رسمی ازبکستان درباره اظهارات نرگس رحیمه و چی میگویند؟ بغیر از به رخصتی فرستادن او چه کارهای دیگری هم انجام دادند؟ چون آنگونه که در گزارش شما هست تهدید به این نماینده دولت بسیار زیاد شده است. خب پس از این اظهاراتش دیری نگذشته مقامات رسمی او را به تعطیل اجباری برآوردند و با اطلاع دقیقی که در دست ما هست نظامیان حربی خانه او را حفظ میکنند. همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی سراج الدین اسلام درباره بحث سر یک بیانیه جنجالی معاون رئیس آژانس اطلاعات و مخابرات در ازبکستان صحبت میکرد. در شهر میمنه افغانستان فقط یک باغ مخصوص برای زنان موجود است که آنجا بیایند و وقتی خود را سپری کنند. باغ برای ورزش زنان هم مطابق کرده شده است، ولی آنها در اینجا نیز حق نداشتند برقعشان را بدر کنند و به ورزش مشغول شوند، چون مردها به قول به خشم می آمدند. کیوم ارسیتا گزارش می دهد. ورزش با برقع. زنان افغان از حقشان برای ورزش در یگانه باغ برای زنان در شهر میمنه ولایت فاریاب بهره میبرند. با وجود مشق با برقع که آسان نیست، بعضی از مردان آنها را در اینجا دیدن نمیخواهند، ولی زنان می آیند. ما را خواهیم دکترها گفته ورزش که نمیره تا که میتونیم ما دوام میتیم بچه میریم ورزش. فایده دیدیم ما ورزش دیگه. در بیرون از باغ مردها عصبانی اند. در اینجا میان ورزش میکنن، در اینجا نکنن، رابطه دارم خانه ایشان کنن. در اینجا ورزش نمیشه. چرا؟ در اونجا نمیشه که مردم 24 تا مردم ورزش میکنن، قصدران مردم ورزش میکنن. در اینجا نزاکت هم خوب نیست. زنان دیگر جایی رفتن ندارند، چون یگان تالاری ورزشی زنانه در شهر میمنه نیست. ما تا هنوز نتونستیم به خاطر نبود زمین یک جمنازیوم معیاری از طریق اداره ورزش افغانستان که مصارفش داده میشه بسازیم و در خدمت ورزشکارای ولایت فاریاب بخصوص طبقه نسوان بگذاریم. ما در تلاش از هستیم انشالله همین زمین خریداری شود، مشکلات نسبی طبقه نسوان و ورزشکارای مکاتب ما حل میسازیم. جنگجویان طالب که چنین برقع را در افغانستان رایج کردند چند کیلومتر دورتر از این شهر جایگیر شدند، ولی زنان میمنه همچنان برای قوی تر شدن ورزش میکنند. برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org.